آره تامی سرو که دیروز از میزنه کمی گاز استوندم دید تا عجب دگاه پرتوی بیده امروز که نمیشه صبح سر از اینا هم یک فیلم تیار میکنم بخیر اینا رو هم از اینجا میکنم بخیر صبح کار اینا تیار میکنم سگو گله انمی سرا خوب انمی که دور میزنی اینجا سرا اول اینجا خوکا هم ریخته است و در سرا بفهمیدی؟ نشنسی دیگه سلام ماما نوروزه آفری برو بگو همون دوتا دیگه کلونی دارم بگو همونا رو بده که ما ختم قرآن داریم پیار میگفتم باز همدی و تو یک سری دیگه همونا رو که و دی سری دیگه هم میدم بگی فرقانه برو مگم پیار میگفتن ختم قرآن داره همون گپای که بودم اینجا سر زمین گفت آفرین دیگه خود تو میفهمیده هفته دیگه ببریدی با صدی دیگه هم صد دیگه هم دیگار بیاریم من اینجا همین معطلتون زیدی بیار با اگه گفتم نمیدی میدم اونا برای خیرات دیگه مدام اونا برای خیرات میدم فکر کنم سادگی کردم اونا رو که دیگار بیاره یه شکار امروز ما گیله خان اشتری رو بزن جانجوره خیریت تیار هستی جانجوره خیلی خیریت سلامت باشی جانجوره با خودی فرغونه بدی در سلام پیار بگفتم همون دیگاه سیاه خور بده من دیگاه کته بینا که ایتی چیزا نیه همون که بده ما خاطر خیرات داریم خیرات داریم؟ ها با شما از کیفت با خیرات میدین پیار بگفتم ما خیرات داریم ما به بیبی به خیرات بدم ختم قرآن ها گپ بزن ما رو خبر میکنی یا نه یک کم میخوریم ها برات دیگاه کلونه میدی ها همون سیاه دیگاه برینجی همونه دیگه من نمیفهم برنج به تای پخته میکنیم خوب است گیلک دیگاه بزوی سراه بزوی سرا بزوی سراه فرق کرده بزوی سراه بیا بیا گیلک همه ایناه خوبه باشم بالا شما اینا رو بردارم خوب ساو که مفته گیلک نمیفته ها بگیر دستیو بگیر سر دلده دستیو بگیر تو بردارم بگیر سنگیره گیلک اپیش خطا میخوره اینا خو مگه به 2 دفعه ببری دیگه نمیبرم هم یک دفعه به یک دفعه میبری؟ یاد دارم ساو کن سر نه بگی ایشو که نفته گیله مالی خدا قچاقیم تو از حرم مدر قچاقی بدی کاش که یک تنه به چیزی بسته نکنه گیله یک تنه به چیزی تو سبه کن گیله اینا نفته که غور میشه یک تنه می بیار نداره مثلا خب پس میاره تنه شما اونه وانه میشه نه سابقو گیلک سابقو گیلک سابقو گیته بسته کنی ها اونجا بسته میکنی آنه بیا از این فرقون بگیره سابقو آنه اون تنه دگر همه بیارم آنه گیلک این تنه کلون هم هسته گیلک آنه ایران بگی به سر بسته کو سابقو تو یک کن گیلک ختم قرآن شما که خلاص شد و بیاری دیگه اینا خوب
نمی تا حق همسایه مثل تو نمی تا با کار میشه. ها؟ کش کنم. بگیرم به این بسته کن. آنه میرم از این سرده. برو بخیر. پیش کنی برارم که یک دم به جوجر نندازی. نه امیرا با خاطر شما همسایه های یک مسلمون ختم قرآن عروسی چیزی داره با کاره میشه. سب که از اونجا پیش فرغونه بگیرم. بگیرم میگیرم برو. جلو قرمی بیدی؟ ها بیا. ساو آره. برو. یارم میبرم دل جام ها؟ دل جام با مقصد ویش کنی برو که نفته گفت. نه آنه بیاورد دگاره هر دیت دار بیاورد و من میگم اید گل نمکی بیا خدا بیاره بیا بیاوردی آنه ببینی آنه بیاوردی هر دیت دارو گفتم پیار من چی گفتی برای اینا؟ گفتم پیار من رمضان بیری شدم خب همسایه من گفتم پیار من گفتم ختم قرآن داریم بده خیرات داره نشاید نشنخته بشی هم کی؟ نه شما؟ آه. نه خوب دیگه خیرات داریم شما آه دیگر با کی میاری؟ میارم دیگه خلاص چه میارم دیگه آه خیر بینی بگو از این درس را زردیم خدا حافظ کنم خوش آمد تنوارم دید تا یا با بیاری میارم تنوارم بیاری که امانته خوبه بله سلام ماما نوروز. سلام علیکم. خوبین؟ خیال هستیم خیرین سلامتین. خیرین خوبه. اول که من شما یک گله بکنم بله. که چرا شما بر به می خیرات خو خبر نکردین؟ به گیلک بو گفتم من که من یادتون نرو. گو خوبه. خیرات؟ بله یا. یعنی تو حالا شما بشنیدین که من خیرات به گردن خود گرفته باشم خیرات داده باشم. بعد گیلک و دیگر ما چکار کنه؟ کجا دیگه؟ 3-4 روز پیشتر 4 روز پیشتر بود بیا آمده که دیگاه ما برده که ما خیرات داریم همین دیگاه کلون علقدار دیگاه سیاه خیلی میبینی که کجا؟ یار نه ماما ما خیلی نمیبینم چون اونا رو ما خود متع کردم متع فرغون بار کردم به تنو بسته کردم اونا رو بیرو کردم به کوچه اگه خیلی بوده باشه دیگه 1 دقیقه خیلی دیگه ما اونا رو حتی به کوچه هم بیرو کردم خودیو من مردی که بدبخت بیچاره که خنکنده که میشه خونم گوشنگی 6 لقطک بازی میکنه ما با من خیرات بکدی تو رو همسایه میبید خبر نمیکردم من میر حال گیله کردم از شما که چرا مر خبر نکردین کار خور بچلوندیم دیگه ما رو هم ببردین نه کاکا ما خیرات چیزی نداشتم که اون باو گیله و دیگار به ماست بیاد اینجا به خونه بگذار به طرف اینو سی کنه حالا حتما راستی میگین شما یا شوخی میکنه خودم های ماما نوروز شما آدم ری سفید من خود شما شوخی دارم شما گیلک پرسان کنه شما گیلک صدا کنم خیرات خورم بکردم حالا با میگم ما خیرات نکردیم باو دیگار ماستیم چه کار کنیم شما حالا همه میتونم کار اینا که بچله دیگه به قصه همسایه نیم انا میای والا باشه من دو پرسون چی رقم بوده یا نه حتما رسی میگین لالا
من چوندگانه باشه بیا ایسه کنه ما اگه دروغ میگم او خوشحال دروغ نگه دیگه ما کلا خیراتی چی داره؟ من هم تعجب کردم خدایی ما من روز دم که در سرا ما با گفته که پیار ما گفتم من خیرات گرفتم من چون به بیبی خود گرفتم به کی گرفتم آنی هم گیله اگه ناجوان بله من به خیرات هم خبر نکردی دیگار امان 4 روز میشه نوردی آخر من به رات دیگار سرگردون کردی نورد مرتکه تو بدی بردی مرتکه به کجا بیده چی رقم بده؟ چی؟ همین دیگه دیگه از اینا 2 تا بستوندم خب بس به کی دادی؟ ها؟ به کی دادی؟ به یک مرتکه گوینکی به مرتکه گاینکی؟ و به چگاه کی؟ به چه اشته دادی به دستیو؟ بیاره اونو میشنختی او میشنختی او کی میشناختم؟ همین بچه که؟ نه بابا پس اشته دادیم دیگه از اینو برای از او تو مرتکه نمیشنختی دیگار بدادی برای او تو نگفتیم پیار ما گفتم که خیرات داریم برو عدر سال رمزون دیگار بستو ها او به من گفت او با تو چی گو؟ کی گفته؟ مرتکه آه برو بگو امو دوتا دیگه کلونی دارم بگو امونا رو بده که ما ختم قرآن داریم پیار ما گفتم مرتکه بیامد و من اول 70 روپیه هم بداد خب 70 روپیه بداد اگه گفته که ما برو میجگا بیا در سرا بتون نشون میدم من از این دالون سرا که بریشی بغل سرا یعنی چیز کنه 2 تا دیگ داره من به تا سرای نایه انا منار بستو بگو پیار میگو تو ما خیرات میدیم بعد دیگر که بیاورد من بعد سدی هم بداد به من گو من میارم دیگه شما میشنختی و کی بوده من نه واه نه گیره فرغان داشته مامان امروز این نفر به سر بچه شما فیلم بازی کرده از زبونی شما به زیاد داده که برو بگو پیار ما گفته دیگار بدیم که ما با خاتم دارم خدا یاد داد من دروغ نمیگم همین تکو گفت برو به مرتکه به می در سر تک تک بگو که انا بگو پیار میگو تن خیرات داریم وای و وای تو هنوز فکر نکردی که اون مرتکه که پیار تو نیه کدوم مرتکه پیار منم دیگه نه همون کسی که دیگار آمد برده پیش تو نه او گفت برو بگو پیار من گفتم طول هم به من بدا 2 دفعه حالا کدی تو رای مرتکه نفهمیدی کی که 2 طرف همین مرتکه تا هم دالون بدادم دست ده به خیال من میترم همین طرح مامان بده، امروز یک بده. مامان امروز اون مرتکه 4 روز پیش دیگار برده و کجا آره میرم نه 4 برادیو روز پیش میدم پاک دیوانه شدو چه کار کنم چه کار کنم دیگار من مقصد پیدا کنیم ما کجا پیدا کنم از جایی که اصلا قبرستون خو پیدا کنی اصلا قبرستون هستی از جایی که بچه شما دیگار به مردم داده از همین جا دیگار به فساد پاک دیوانه شدو چه کار کنم ما نمازدگار برات دیگاه خومیم مامان امروز خب با بیا چی میستینی گناه من میستینی چی دارم با ما 16,000 من کجا بتوان بیارم با تو بدم هموزم فکر نمیکنی تو بچه مردیونه جون میکنی خدا تو پیاره خیلی خوش بگیره من اگه چی خواهم شد سخت من از این بچه ها پاک دیوانه شدم چیه بابا؟ بابا راش من گل به داده بگرمه؟ بله ها گیله؟ گیلک ها چی گل باید داده؟ دیوانه شدم عدست دی چه یک بابا؟ داستانیه که سر تو شاخ بدر میکنه شما سال به گپ نگفته شما سال به 12 ما درصد برام دیوانه شده سیکو که چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ برفته در سال رمضان خب یک نفر برای یاد داده که برو و در سرای فلانی برو نمیفهم کی بیده دیگه گفتم دیگه حلقی بستوند که ما امروز ختم قرآن داریم میشه بفهمیدی دیگه کارم بستونه بیارده و مرتکه داده خب ان حال رمضان هم بیارده در سرای خنده میگفته که شما ختم خیرات داشتین چیز داشتین چرا می من خبر نکردم ما گفتم بردم ما ختم قرآن نداشتین خیرات نداشتین چیزی نداشتین روزگاری چی رقم هیچی بچه تو گیلک اومده حساب که دیگر وارد شبا برده نه بابا حالا که آجی پرسان میگه مرتکه به من 170 به پیل داده من بدون دیگه و دست دادم مرتکه دادم همیته؟ هنیمیته ان حال
رمضان خندار که با 16,000 پیسه که باید تو تان دیگار بدیم. بیلا با من- سر از این کولا رفته. خب من میگم سر کلا. سر گیله که شیره ملیدم. پاک دیوانه شدم من چیکار کنم؟ کجا شد حالی گیله؟ بعد جس نمیفهم کجا بابا رفته. یک کار بکنی. این سال 12 و نقص میرسنه بابا. خب من چیکار کنم؟ تو یک رای به دست اومده که چیکار کنم؟ یا دیگه گمه. 16,000 بگردم به تان خوب دیگه چیکار کنم؟ کی بوده بابا نمیشناخت. حالا از جان پرسان میگم من نمیشناسم. تو بخی یک دقیقه برسلا کو. حالا کجا شما میگی بچه کجا؟ حسین کو باید کنم تاثیرا باشه به کوچه باشه جای باشه برسلا کنه که بیای. حالا کجا بابا؟ حالا وقتی دیگه برو. با بیلات تنبلی وردی میخزی. اشته برو که تنبل بیا خند افتاده. سال بام 12 ما دستشون رنج شدم. هم یک سر میگم تون بودم از دستشون. یک وقت فایده مشروع ندیدم. خیری ندیدم.